از کارهایی که من انجام میدم اینه که تو پرونده های طلاق علت طلاق رو میپرسم از زوجین و مینویسم. چند روز پیش توی بایگانی پرونده هام داشتم نگاه میکردم و علتهای طلاق رو بررسی میکردم. به یک مورد خیلی جالب برخوردم. یک زوج جوان یک روز اومدن دفتر من برای تشکیل پرونده طلاق توافقی. علت طلاق رو ازشون پرسجو کردم. به سیبیل آقا رسیدم. خانوم علاقمند به بوسه فرانسوی بود و آقا سیبیل بلندی داشت و ازش تقاضا داشت که سیبیلشو کوتاه کنه، اما آقا میگفت که نه، به هیچ عنوان این امکان وجود نداره. انقدر این موضوع برای خانوم مهم بود که نهایتاً 514 تا سکه مهریه خودش رو بخشید تا بتونه طلاق بگیره.